در گنجشگاهی که میبینین، همین آسمان در هر پرنده که نباشد، حبیب خدا میگد اونها دعا میکنن که خدایا مغفرت کن همون زنی را که شوهرش اطاعت میکند. بین پرنده های آسمان برای که زنی که شوهر اطاعت میکند طلب مغفرت میکند. باز که والحیتان فی الماء، برادرای عزیز، این هزل نیست، این افسانه نیست. در بحر چند عدد ماهی است؟ ببین میلیارد ماهی در زیر بحرها وجود دارد. حبیب خدا گو همه ماهی ها در دعاشون دعا میکنه در حق زنی که اطاعت کننده شوهر است. میگوید خدایا مغفرتش کن. تماشا که وقتی پرنده در حق دعا میکند، ماهی در زیر آب دعا میکند، والملائکه فی السماء، حبیب خدا میگوید ملائکه هایی که در آسمانند عدد ندارند در حق زن اطاعت کننده دعا میکنند. والقمر و شمس، آفتاب و ماهتاب در حق زن اطاعت کننده دعا میکند ما دامت فی رضای زوجها، تا زمانی که زن شوهر راضی باشد در حق این زن همه آن چیزی که نام بردم حبیب خدا در حقش دعا میکند. بسیار خوب میشود که خواهرای عزیز، نه برای دادر جنگ کن، نه برای برادر جنگ کن، نه برای خواهر جنگ کن، نه برای مادر و پدر جنگ کن. همیشه احترام شوهر تا بجا بیار. همیشه هر چیزی که نقشه که میکشد از نقشش بیرون نشو. خاطر فرزندکات، خاطر روز قیامتت، خاطر روز گویم که قبرت، همه اینا را پیش چشم بیارو. خاطر هیچ کس نبین، خاطر شوهر تا ببین. شوهر تا احترام کن. اگر من باوری دارم همین خواهر که 3 کودک دارد، از پشت همین دادر که جنجال کرده است، 1 هفته در خانه همین دادر بیست، باور که همین دادر خودش از خانه پیشت میکند، میگد برای من تو در کار نیستی. این معامله را در این حیات همه من دیده استیم. همون خواهرمون که بیوه می شود، همون خواهرمون که گویم طلاق از شوهر میگیرد، هیچ کدام ما و شما روی دیدنش نداریم. هیچ کدام ما و شما آن معامله و مراسایی را که شوهر با او میکند هیچ دیگر اولاد اجداد با او نمیکند. و این خاطر به خاطر هیچ اولاد اجدادت به شوهرهاتون دلسیایی نکنید. شوهرهاتون احترام کنید، به قدر شوهرهاتون رسید. یک زن آمد خدا رحمتش کند، همون زنها را کجاست شد؟ همون زنها برای چه همون زنها دیگر تولد نمی شود؟ برای که امروز همون زوادها ویران شده. زن به منزله زواد است. زوادهای خوب بود در دورش، تولدهای خوب میکردن، فرزندهای خوب به دنیا می آوردن. برای که زنها خودشان با حیا بودن، زنها خودشان خدا ترس که بودن، فرزندهای خوب تولد میکردن. برای چی امروز مردم سوال میداد سعدی تولد نمی شود، حافظ شیرازی تولد نمی شود، ابو علی ابن سینا تولد چرا نمی شود دیگر؟ برای که زوادها ویران شدن، برای زنها بی حیا شدن، برای زنها دیگر از خدا نمی ترسند، برای اینا دیگر فرزندهای خوب خدا نمی دهند. زنی بود میگه نزد حبیب خدا آمد و گفت ای حبیب خدا میخواهم شوهر کنم، شوهر میکنم، لیکن ای حبیب خدا تو معلم ما هستی، تو شفاعت کننده هستی برای تمام امت در روز قیامت به اجازت پروردگار. چی توصیه میدهی؟ حق شوهر چگونه هست؟ حبیب خدا چی گفتن؟ خواهر عزیز گفتن شوهر کن، خوش به حالت. بهترین زن همون زنی هست که شوهر دارد، بهترین جوان همون جوانی هست که زن دارد. لیکن گفت فراموش نکن که لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته ما ادت شکره. حبیب خدا چی